درود و سلام بیننده عزیز، اخبار آزادی را من مومین احمدی پیشکشی شما میکنم. امروز 10 نوامبر است. سرخط خبرها: مرگ یک کپیسر در جنگ بیگانه و دور از زادگاه و وطن. جوان دیگری تاجیک در جنگ اوکراین کشته شده است. شکایت یک پدر از رفتار معلمه در ختلان با اداره معارف همچنان ادامه دارد. میگوید شباطی معلمه پسرش را بیمار کرد. سرش غمش میته، کمتری تری عصبی شدگی، شوا و غصب میکنه. در قرقیزستان مکتب‌های خصوصی رانندگی را میبندند و شهادتنامه‌های کهنه را عوض میکنند. آیا فرهنگ رانندگی بهتر و صدمه کمتر میشود؟ جسد اسفندیار ملا محمد شریفاوی 34 ساله را که 7 ماه پیش در روسیه ناپدید شده بود، روز 5 نوامبر به نزدیکانش در دهه شوتکی بالای ناحیه عینی سپردند. با آنها گفتند که او در جنگ اوکراین کشته شد. در سند مقامات روسیه که به اهل عائله دادند، سبب مرگ اسفندیار را ترکش مینه نامیدند. نزدیکان جوان روز 10 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که او یک مهاجر عادی بود و 7 ماه پیش ناپدید شد. با گفته آنها اسفندیار یگانه فرزند خانواده بود و همسر و یک فرزند خردسال داشت. نزدیکانش نمیدانند که او را با چه راهی به جنگ اوکراین بردند. دوست محمد، یکی از نزدیکان این جوان، گفت پدر و مادرش هنوز به خود نآمدند و کسی هم نمیداند که با چه شرایطی او را به جنگ بردند. روسیه در جنگ بی‌دلیلش در اوکراین صدها زاده تاجیکستان را جلب کرده است. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماهی آخر نامی نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زرخرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. در ناحیه مومن آباد دعوای یک پدر با آموزگار مکتب هنوز هم فرو ننشسته است. یک ساکن ناحیه معلمه مکتب را به آن متهم میکند که پسر خردسالش را زده سبب آسیب دیدن سرش شده است. اما مقامات ناحیه و مکتب میگویند دعوای پدر اساس ندارد و شاگرد مکتب همچنان به درس آمده میرود و صحت و سلامت است. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. این نامه مسئولان اداره معارف در ناحیه مومن آباد است. آنها در واکنش به یک گزارش رادیو آزادی نوشتند که آموزگار شریف‌عمو شهرامی خواننده صنف یکم مبارز رزاقیان را نزد. دولت مراد علیمشویف پدر مبارز نامه را دسترس کرده است و میگوید در واکنش مقامات تنها خودسفیدکنی را می‌بیند. اومدجان دولتزاده واکنش کرده که معلمه هیچ کس نزده. این اما شما در پیشنهاد میکنم اومدجان دولتزاده ثبتای ویدیویش قطعی اومده میگه که این معلمه خیلی کار کرد، بخشش اینه چه خیلی بفهمیم در اونجا خیلی واکنش کرد. در پیش من اینه ثبتای ویدیویش ما دسته. قضیه مبارز رزاقیان در ماه اکتبر رسانه شد. والدینش ادعا کردند که آموزگار به سرش با شپاتی زده است و او 16 روز را در بیمارستان گذراند. حادثه را دادستان ناحیه مومن آباد میسنجد، اما تا حال خلاصه‌ای نداده است. سود امنی سود طبی امنی تصدیق کرده که 11 دمی اوسه به ورداشتگی ای پروکراتور مفتش پروکرور سوال گذاشته نزد سود طبی ده که بعد 24 ساعت مراجعت کردم. ما بعد 24 ساعت نه، ما بعد 2 ساعت همگی مراجعت کردیم. با وجود امنی گفته که 11 دمی اوسه به گرفتگی ایزار بیدست 11 دم امی اوسه به امی مبارز ایزار بیدست گرفتگی طبیبای نویای مومن آباد درست تشخیص موندگی. مبارز پس از طبابت به مکتب برگشته است. پدرش میگوید با وجود آنکه در درس‌ها اشتراک میکند هنوز از دردسر شکایت دارد. مبارز سرش غمش میته، کمتری تری عصبی شدگی، شوا و غصب میکنه. سرش غم زیر نظارت دکترها باید تشخیصش کنیم، باید توموگرافیش کنیم. ای پای توبت همویم توبتش کستیم. پدر مبارز رزاقیان گفت او قبلا از گناه آموزگار گذشته بود، ولی نامه اداره معارف وی را به پاسخ گفتن وادار کرد چون محتوایش درست نیست. وی حالا پاسخ دادستانی را منتظر است. میگوید بعد آن تصمیم خواهد گرفت که دوباره شکایت کند یا نه. با نزدیکتر آمدن زمستان مشکلات رفت آمد ساکنان ناحیه‌های اطراف دوشنبه به خانه‌های خود بیشتر و سخت‌تر شده است. شامگاهان 1000 نفر در 4 گوشه دوشنبه منتظر ماشین و تاکسی میمانند تا به خانه خود برسند. یک سبب هم نبودن اتوبوس‌های مسافرکش است. برات یوسفی از محل سفر به ناحیه وحدت گزارش می‌دهد.
هر بیگاه در کنار راه نزدیکی فروشگاه سادبرگ و گردشی معروف به فرودگاه در شهر دوشنبه این صحنه را دیدن ممکن است. مسافران اینجا جمع می شوند تا به شهر وحدت، ناحیه فیض‌آباد و دیگر منطقه های اطراف پایتخت سفر کنند. نقلیات جمعیتی نمی رسد و برخی ساعت ها منتظر می شوند. گم میشه مشروطی پستیانی نداره روز دیگه. همین کسی که چیزی یوا بشینه راه کار بکنه. یگام جای چی نیست. کسی که چی مشروط یوا بقاب کنه شینه راه نمیدن که حضره برو. محمدی از شهر وحدت صبح برای کار به دوشنبه می آید و شامگاهان به خانه‌اش برمیگردد. مثل او ده ها نفر از نبودن یا کمبود نقلیات شکایت میکنند. که اتوبوس خلیج درد نمیکنه، اتوبوس استانسیه خیلی دورن، تاکسی استانسیه دیستانسیه ندارن. ندارن. اون جو راه سرشون میکنه میرون بار کنن میشنه. بار نکنن نمیشنه. автовокзал در کره کسان داره. با اطلاع وزارت نقلیات تاجیکستان 99.8% مسافرکشانی در کشور با نقلیات اتومبیلی، ماشین، اتوبوس و میکرواتوبوس صورت میگیرد. معلوم نیست حصه اتوبوس‌ها در کشانیدن مسافران چقدر است. مسافران شکایت میکنند که در خط سیرهای نزد شهری و بین شهری در تاجیکستان اتوبوس نمیرسد. آدمی که پستیانی کار میکنه اودا اتوبوس باشه خوبتره، مثلا نرخ نوش ارزان‌تر. شرکت خصوصی آسیا گروه در پارک نقلیاتی خود 61 اتوبوس دارد. با گفته انور رحمتوف مسئول اتوبوس‌های شرکت، آنها حالا تنها در 4 سمت کلاب، 5 شهریتوس و پنجکند مسافر میکشانند. آن هم در سمت 5 و پنجکند در روز 2 اتوبوس و در سمت شهریتوس و کلاب در یک روز 1 اتوبوس. نگشتن اتوبوس‌ها را در دیگر خط سیرها رحمتوف به نرسیدن مسافران بستگی داد. اصلا همی خط سیرهای فرخور، دنغره، نورک، واسه، ترسنزاده اینا همه خط سیرهای ما می باشند که از سببی که انبوه مسافرها کم مراجعت میکنند امی سمده امی صاحب خط سیر نه که در آینده ما نقشه داریم که خط سیر دوشنبه فرخور نیست برامونیم اوجه راه اندازی میکنیم، دوشنبه آبی گرم راه اندازی میکنیم. یک سبب به ناحیه‌های اطراف پایتخت نکشانیدن مسافران با اتوبوس‌های شرکت را رحمتوف درون می‌بیند که مسافران با اتووکزل دوشنبه نمی‌آیند و اتوبوس‌های آنها نمی‌توانند در مکان جمع‌شوی مسافران مثلا در نزدیک فروشگاه سادبرگ ایستند. به علاوه اتووکزل دوشنبه در 4 سمت پایتخت ترمینال‌ها فعالند. عبدالرقیب قادیروف کارشناس راه نقلیات بر این است که حل مشکل مسافران نواحی اطراف دوشنبه به خود آنها بستگی دارد. او میگوید آنها باید از ترمینال ها استفاده کنند. با این حال وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید حالا نزدیک 3000 کارخانه مسافرکشانی موجود است که در 887 سمت مسافر میکشانند، چیزی که مسافران چندان احساس نمیکنند. قرار است به زودی وکیلان مردمی امریکا برای قبول سند رای دهند که راه مبلغ گذاری بودجه حکومت مرکزی را باز می کند. بحث و کشمکش سر این سند امسال به حد ادامه کرد که 1.5 میلیون نفر بیکار ماندند و مردم زیاد سرگردان شدند. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد. The motion upon reconsideration is agreed to. در ایالات متحده آمریکا وکیلان مردمی برای قبول سند رای دادند که مانع اصلی را برای از سر گرفتن کار اداره‌های حکومت مرکزی از بین برداشت. از روز 1 اکتبر در ایالات متحده بسیاری از اداره‌های حکومت مرکزی کار نمی‌کنند و چنین مدت طولانی بیکار ماندن این اداره‌ها در تاریخ ایالات متحده دیده نشده است. قرار وکیلان برای مبلغ گذاری بودجه حکومت فدرالی و ادامه کار آن به شرافت مصالحه وکیلان حزب جمهوری‌خواه و چندی از وکیلان حزب دموکرات میسر شد. در امریکا سال مالی از روز 1 اکتبر آغاز یافت، ولی تا این مدت کنگره آمریکا نتوانست یگان قرار حتی موقتی هم
درباره مبلغ گذاری بودجه حکومت مرکزی قبول کند. وکیلان دو حزب سر نکات بودجه اختلاف نظر داشتند. از این رو مبلغ گذاری قسم از اداره‌های حکومت مرکزی قطع شد. برای قبول قانون درباره مبلغ گذاری بودجه باید نه کمتر از 60 وکیل سنا رای دهد، اما حزب جمهوری خواه در سنا فقط 53 رای داشت که برای قبول سند کافی نیست. روز یکشنبه گروه 8 نفری وکیلان دموکرات با رهبران حزب جمهوری خواه و نمایندگان حکومت آمریکا به سازش رسیدند. آنها بعد طرفداری سند رای دادند که اجازه می‌دهد موقتا کار اداره‌های دولتی مبلغ گذاری شود. در عوض وکیلان جمهوری خواه گفتند که آماده بررسی خواسته دموکرات‌ها یعنی ادامه کمک برای بیمه طبی مردم کم بیزاد در امریکا هستند. یک طلب اساسی حزب دموکرات برای قبول بودجه همین است. در عموم با طرفداری قانون 60 نفر رای دادند. اما حالا باید سنا یک بار دیگر برای قبول سند مذکور رای بدهد و این رایگیری در روزهای نزدیک صورت میگیرد. سپس سند به مجلس نمایندگان برای قبول فرستاده می شود که انتظار می رود با آسانی در آنجا بگذرد. بعدا آن را برای امضا به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میفرستند. در این حال مبلغ گذاری بودجه اداره‌های حکومت مرکزی آمریکا تا ماه ینور ادامه می‌کند، اما حالا هم معلوم نیست که بودجه کامل برای سال 2026 کی قبول می‌شود. بنابر سبب قطع مبلغ گذاری تقریباً 1,500,000 کارگر دولتی را در آمریکا به رخصتی بیمزد فرستادند و بعضی هم تا حال بیمزد کار می‌کنند. اگر وضع همین گونه تا ماه دکبر ادامه می‌یافت، نظامیان آمریکایی هم معاش نمی‌گرفتند و تا حال پرواز هواپیماهای زیادی در آمریکا لغو شد چون کارگر نمی‌رسید. حکومت قرقیزستان اعلام کرده است که شهادتنامه‌های کهنه رانندگی را عوض می‌کند و مکتب‌های خصوصی رانندگی را می‌بندد. سر از سال نو هر کس که خواست رانندگی یاد بگیرد در مرکزهای دولتی درس می‌خواند و دادن حق و شهادتنامه رانندگی همه در دست اداره‌های دولتی خواهد بود. چرا؟ در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایش ابراهیمی می‌بینیم که همکارم کاوی مرسی عطا تقدیم می‌کند. مقامات قرقیزستان عوض کردن سندهای کهنه و به اختیار دولت گذاشتن مکتب‌های رانندگی را چاره برای کاهش صدمه‌های مرگبار و بهتر کردن فرهنگ رانندگی می‌شمارند. شما خودتان شاهد صدمه‌های 30 سال اخیر در کشور هستید. برای آن چنین میشد که رانندگان شهادتنامه را می‌خریدند. اکنون حکومت این را تحت نظارت می‌گیرد. دیگر رانندگان کسبی تربیت می‌شوند. رشوه‌خوری در گرفتن سند نخواهد بود. همه ما باید قانون را رعایت کنیم، چه شهروند عادی چه فرزند مقامدار. بر اساس قرار نو سندهای رانندگی را عوض می‌کنند که پیش از سال 2015 داده شدند. تا آن سال شهادتنامه‌های رانندگی در قرقیزستان مهلت اعتبار نداشتند و هنوز به کار می‌روند. از سال آینده اینها را باید عوض کنند و شهادتنامه‌های بدهند که به گفته مقامات مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخته شدند. رانندگان در شهر بیشکک درباره قرار نو نظرهای گوناگون دارند. ما که در این سالها رانندگی را فراموش نکردیم. به نظر من عوض کردن سندها معنی ندارد. همه باید قاعده ها را داند. وقتی من جوان بودم ما را برای تکرار قاعده های رانندگی دعوت میکردند. چرا حالا نمیکنند؟ به نظر من این کار درست است. به نظر من هر کسی سند رانندگی گرفت باید در 15-20 سال یک بار عوض کند. فقط عکس را. زود عوض کردن آن شرط نیست. از سال آینده نه تنها سندها را عوض می کنند بلکه مکتب‌های خصوصی رانندگی را هم می بندند. بعد از این در قرقیزستان رانندگی را فقط در مرکزهای دولتی یاد می دهند. درس ها نیز نه 3 ماه بلکه 14 ماه می شود، چون به قول مقامات راننده باید مهارت راندن ماشین در 4 فصل سال و در برف و باران و یخبندان را هم داشته باشد. بعضی از فعالان مدنی طرفدار قرار حکومت بودند. به قول یکی از آنها ارمت قزاقبایوف که سالها مسئله راهها و فلاکت در آنها را آموخته است، در قرقیزستان بعضی ها سند رانندگی را در زادروزشان هدیه گرفتند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. در صفحه تیک تاک و اینستاگرام رادیو آزادی ویدیوهای بیشتر نشر می شوند. در صفحه تلگرام رادیو آزادی در شکل کوتاه خبر و گزارش ها را خوانید. صفحه یوتیوب آزادی ویدیو و فیسبوک هر لحظه نو می شوند. با رادیو آزادی بمانید.